السلام علیکم دوستای عزیز، با امید از اینکه همه شما جور و صحتمند و آرام باشین. لطیف مهربان هستم، بازم در خدمت شما با که از ویدیوهای جدید و دلچسب در خدمت شما حاضر هستم. با امید از اینکه شما روزایی به خیر سپری کرده باشین و از مریضی کرونا شما و فامیل محترمتان در امان باشید. دوستای عزیز، قبل از اینکه در مورد ویدیو صحبت کنم از شما خواهش میکنم که شما لطف نموده صفحه فیسبوک مرا لایک کنید و همچنان اگر تا فعلا چینل یوتیوب ما سابسکرایب نکردین، شما خواهش میکنم که شما چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنید. البته ما ویدیو جدید با شما جور کردیم در مورد از اینکه چطور شما میتونید با سایت تایم باکس سروی انجام بدین. درست است؟ البته بسیاری دوستا به پیام رایی میکرد که ما چطور بکنیم، با چطور سروی را با سایت تایم باکس انجام بدیم. به طریقه کاملش و مکملش با شما اینجا گفتیم. شما میتونید ویدیو ما را تماشا کنید و سروی را با سایت تایم باکس پیش برین. به خاطر با سروی سایت تایم باکس قسمی که ما در ویدیو کار کردیم بسیار پیسه خوب یا پول خوب میده. درست است؟ با امید از اینکه شما ویدیو را تماشا کنید. دوستای عزیز، قسمی که ما همیشه به شما گفتیم، ما که به شما سایت های را معرفی میکنم، ما کوشش میکنم سایت های را به شما معرفی کنم که شما با اون سایت ها با آسانی کار کنین و همچنان با اون سایت ها چی کنین؟ پول دریافت کنین. درست است؟ امروز ما به شما بسیار یک سایت های مهم و سایت ها رو براتون معرفی میکنیم که بسیار با آسانی میشن شما با اونجا کار کنید. ببینید دوستای عزیز، این 15 سایت است. درست است که ما لینکش به شما اولا به شما بگم که ما کل از این سایت ها رو چی میکنم در دیسکریپشن از این ویدیو به شما میپرتم. شما بسیار با آسانی میتونید که با این وبسایت ها مراجعه کنین و کار کنین. فقط در اول از این سایت شما چی میکنین؟ ببینید www. نمیشه میکنین، بعد از این چی نمیشه میکنین .com. اما شما اد کنین و چی کنین؟ در ایرایی بگیرین در براوزرتان پرتین. درست است؟ براوزرتان بگیرین، ایدیو کپی کنین، در براوزرتان پیست کنین. دیگه چی میشه؟ سایت می شما چی کنین؟ با این سایت ها براتون یوزرها جور کنین. این سایت هایی است که کارهای مختلف میکنن. بسیاریش خود سایت های سرویس هستن که شما میتونین با اون سروی تکمیل کنین و در بدلش از اون سایت پول دریافت کنین. این 15 سایت هست. حالا در مورد 4 سوالی که در ذهن شما میگرده ما به شما جواب میدم. اولا این سایت ها آیا سایت هایی است که قابل اعتبار باشه که شما با او کار کنین؟ بله، این سایت ها رو کلش ما چک کردیم. ما با این سایت ها یوزر دارم، کلگیش دقیق است، کلگیش درست است، جعل نیست، فریبکاری نیست که شما با او کار کنین و او هم چی کنه؟ پیسه شما را ببخشین، وقت شما را ضایع کنه و چیزی که شما پیسه دریافت کنین داخل بگیره اکانت شما را ریسیبل کنه و یا اکانتتون کار نتو و یا با شما قانونای نو براتون بگه که این کارو بکنین اون کارو بکنین، یعنی چی کنه؟ با شما جعل کنه. درست است؟ سوال دوم که ذهن شما میگرده که آیا این سایت ها در افغانستان کار میکنه؟ بله دوستای عزیز، این سایت ها همش در افغانستان کار میکنه. هر 15 سایت که ما براتون اینجا معرفی کردیم شما میتونید هر 15 سایت در براوزرتون کپی و پیست کنین اونجا. بعد شما وقتی که ساین اپ کردین شما ببینید که سایت ها در افغانستان کار میکنه. وقتی که شما ساین اپ میکنین شما متوجه باشین که به شما چند کشور میره. فرض کنید نوشته کرده که آفریقا، یا نوشته کرده که آمریکا، یا یوکی نوشته کرده. یک آپشن داخل ببینید که داره به نام other countries ات نوشته کرده. درست است؟ other countries ات درست است؟ other countries نوشته کرده. شما چی کنین؟ other countries انتخاب کنین. درست است؟ other countries بالا کلیک میکنین. بعد شما چی میکنین؟ میرین در ساین اپ، باز شما اکانت با این سایت ها جور میکنین. اگر شما با بیرق آمریکا کس با بیرق آمریکا کلیک نکنین، خاطر بیرق آمریکا فقط برای آمریکا، شما فقط چی میکنین؟ other countries کلیک میکنین و شما میرین از اون طریق لاگین میکنین. خب سوال سوم که چه قسم پول یا پس براتون شما با این کار کردین پول چه قسم میده؟ ببینین این هر سایت سیستم پیمنت جداگانه از خود داره که از طریق پیپال براتون میده، از طریق AirTM براتون میده، از طریق پاینیر براتون میده و بعدش هم از طریق بیت کوین براتون میده. درست است؟ دیگه شما هر طریقی که خودتون به شما آسان است شما دو طریق میتونین که پولتون دریافت کنین. و سوال چهارم که این البته از طرف من یک پیشنهاد به شما، اگر شما میخواین در مورد این 15 سایت در مورد کدام یکیش من براتون ویدیو جور کنم، من ساین اپ کنم و به شما نشون بدم که با اون سایت چطور ما کار کنیم، شما میتونین در دیسکریپشن در بخش کامنت از این ویدیو با من کامنت بدین. من کوشش میکنم با در مورد مو سایت به شما چی کنم ویدیو براتون جور کنم. اگر فرض که شما درباره superpay.me میخواین، اگر شما درباره squishycash.com میخواین،
اگه شما درباره فیچر پوینتس میخواین، اگه شما درباره وایسنس میخواین، شما فقط به من در بخش کامنت از ویدیو کامنت کنین و با شما در مورد از ویدیو جداگانه جور میکنم، با شما راهنمایی میکنم که شما چطور میتونین با این سایت ها ساین اپ کنین و پول دریافت کنین. دیگه دوستان عزیز، من همین سایت ها را که است آدرسش به شما در دیسکریپشن از ویدیو میتم، شما بالا رو کلیک کنین و مستقیما در سایت برین ساین اپ کنین. دیگه با امید از دوستان عزیز که ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعدی همتون به خداوند میسپارم. وقتتون خوش. خداوند نگهدار همتون.